ассалому алайкум шунавандаҳои арҷманд. гуфторамонро аз силсилаи хониши адабӣ оғоз менамоем. ҳоло гуфтори 33-юмро аз рӯи китоби адабиётшиноси варзида ва мунаққиди барҷастаи тоҷик соҳиб Табаров зиндагиномаи Садриддин Айнӣ солҳои 1875-1899 дар қироати Абдурашид Хоҷамкулов бишнавед. با همین راه صدرالدین عینی به سوی ادبیات بدیعی میل و ذوق و شوق پیدا می کند. من بعد جستجو کرده یافتن و تدقیق و تحلیل نمودن و دسترسی عموم گرداندن این بیاض کلان سودا در برابر منتخبات سال 1958 برای آموزش تاریخ ادبیات تاجیکی نیمه دوم عصر 19 اهمیت نهایت کلان علمی دارد. آن را باید درست‌تر جست و دسترسی عموم گرداند. چطوری که دیده می شود، رفت و آمد صدرالدین ملابچه در سالهای 1893-94 به همراه قاضی جان مخدوم، صحبت‌ها و مبادله اندیشه و افکار با عبدالله خواجه تحسین راجع به مسئله‌های شعر و شاعری، شناسشوی و مطالعه کتاب و رساله و دیوان و تذکره‌های سیرشماری کتابخانه او، خوانش و قرائت بیاض کلان عبدالقادر خواجه سودا، محبت بی انتهای صدرالدین به این دو شاعری پیش قدم و میل به سوی معارف پروری داشته سودا و تحسین برای پیدایش ذوق و شوق او به ادبیات نفیسه مخصوصاً به شعر و شاعری بیشتر مدد رسانیدند. صدرالدین در سال تحصیلی 1893-1894 هم تعلیمش را در مدرسه ادامه می داد، هم سبقهایش را تکرار می کرد، هم مکالمه می کرد، هم هر روز یک قسمی وقت خود را به آشپزی، لباسشویی و حجره روبی خوجینهایش ظهور مخدوم و علام مخدوم صرف می کرد، هم نگاه و بینی علام مخدومی سیلکسل را تا روزی فوتش به عهده داشت و هم غمخوار و نگاه و بین کننده دادرش سید سراج الدین خواجه بود. او قسم از 3 روزی تعطیلی هر هفته اینش را به لباس و جامه‌شویی جهاز آن خوجینها و به خدمت و مهمان قبول کنی و مهمانداری شناسهای آنها صرف می کرد. صدرالدین ملابچه تنها شبانه برای درس‌های گذشته را تکرار کردن و به درس‌های نو خوانده شونده آمادگی دیدن وقت می‌یافت و خلاص. او در تمام سالهای تحصیلش در مدرسه هر 1 ساعت و روز را بهره از خود کردن علم و دانش پرثمر استفاده می‌برد و صرف می‌نمود و تا به قدری حال اساسهای علم‌های اسخلستی دینی، فقهی، فلسفی و تاریخی زمانش را از خود می کرد. از همین سبب او به همه مشکل‌های زیادی به سرش افتاده نگاه نکرده، دائما در کوششی با سواد و صاحب معرفت شدن خویش می گردد. برای صدرالدین علم و ادبیات دوست وقت ثروت خیلی پرقیمت حساب می یافت و او می کوشید که هر دقیقه و هر ساعت را درست و سودمند و فایده‌ناک استفاده برد، یعنی
استفاده دقیق و صحیح و درستی وقت برای این طالب علم هم قرض و هم وظیفه اساسی زندگانیش حساب می یافت. گرچند او در سال تحصیلی 1893-1894 اکثری وقتش را به خدمتگاری و نگاهوبین علام مخدومی بیماری تندمزاج صرف می کرد و برای تحصیل و درس تیار کنی قریب وقت نمی یافت، ولی از حسابی شب و کمخوابی اساسهای علمهای زمانش را از خود می نمود. بقیه وقتم به خاطر می آرد عینی به آشپزی و حجره روبی خوجینهایم و نگاهوبین بیمار می رفت و شبانه درسهای گذشته را تکرار و درسهای خوانده شدنی را تیار می کردم. روزهای تعطیل با جامه‌شویی خوجینها و با مهمانداری آنها می گذشت. صدرالدین عینی، کلیات، جلد 7، صحیفه های 109-110. از روی یگان قید و شرح عینی معلوم می گردد که در سال تحصیلی 1893-1894 کار در حجره های ظهور مخدوم و علام مخدوم و نگاهوبین به علام مخدومی سیلکسال به او مشکلی های زیاد آورده باشد هم در آنجا نخستین بار به طور مکمل و پررو و همه جانبه دیوان صایب را مطالعه می کند. او که از این پیش با بعضی نمونه های اشعار صایب با توسط محبت بی انتهای پدرش به صایب آگاه بود، اکنون دیوان او را مکمل می خواند و از آن مواد علاوگی آید به این شاعر به دست می درآورد. خود عینی در این باره چنین نوشته بود: در بین این کارها خدمت در 2 حجره خوجینانش دیوانی صایب را که مال خوجینهایم بود گاه مطالعه می کردم. همانجا جلد 7 صحیفه 110. این دلیل باز از آن جهت اهمیتناک و پرارزش است که چنان که خود عینی تصدیق می کند در آن سال تحصیلی 1893-1894 در بین ملا بچگان، طلبگان و ملاها و استقامت کنندگان مدرسه بدلبیک نو از ادبیات بدیعی و شعر و شاعری قریب سخنی نمی رفت و یگانه کسانی که به این مسئله ها دقت می دادند تنها ملا بچه صدرالدین و خوجینان او ظهور مخدوم و علام مخدوم بودند و خلاص. بنابراین در این سال تحصیل در حجره های ظهور مخدوم و علام مخدوم شناس شدن با اشعار شاعرانی جداگانه، مخصوصاً با دیوانی صایب برای ملا بچه صدرالدین ثروتی بای معنوی، ادبی و بدیعی و گنجینه بی‌بهای استتیکی حساب می یافت. عینی طرز زندگانی ملا بچگان مدرسه بدلبیک نو را در 3 شب تعطیل شام این طور بیان کرده بود: در مدرسه بدلبیک در بین طلبه ها و ملاها از ادبیات هیچ گپ نمی شد. شبخوشی طلبه ها در شبهای تعطیل در یگان حجره جمع شده صوتخوانی، سرودخوانی کردن، چچه بازی نمودن و پادشاه بازی کردن بود. عینی، کلیات، جلد 7 صحیفه 110. اما در مدرسه بدلبیک
ملا روزی نام کسی بود که او شعر را دوست می داشت و می فهمید. همانجا جلد 7 صفحه 111. او ختم کننده مدرسه بوده، سواد تاجیکی و عربی داشت، ولی صاحب یگان منصب ملایی نبود. ملا روزی بسیار قشاقانه زندگی می کرد. با قشاقی ملا روزی رحم صدرالدین آمده، جامشویی هایش را در قطار لباسهای خوجینانش ظهور مخدوم و علام مخدوم به جا می آورد. در روزهای تعطیل حجره‌اش را می رفت. یگانه ثروت معنوی ملا روزی، ثروت مادی و حتی پلاسی کارایی نداشت، دیوانی چاپی حافظ بود که در وقت صدرالدین حجره او را می رفت، آن کتاب را مطالعه می کرد. همین طور ملا بچه صدرالدین به عوض خدمت نمودن به ملا روزی بزمگرد قشاق، از حجره او بایگری و ثروت عظیمی معنوی مطالعه دیوان حافظ را مشرف می گردید. برابر این تدریجاً تأثیر ملا روزی در این سال تحصیلی 1893-1894 به صدرالدین بیشتر می افزاید. از همین وقت سر کرده بزمگردی صدرالدین ملا بچه به بزمهای بخارا زیاد می شود. با آلوفته های مشهوری بخارا و خلق و اطوار آنها شناس می گردد. از چگونگی جبر و ظلم شیخان بخارا درک می یابد. صدرالدین در همان سال تحصیل 1893-1894 در حجره ملا روزی با ملا وفا نام شاعری وحشی تخلص شناس می شود که شعرهایش بسیار لیکن غم‌انگیز، خیلی پست و عبارت از تکراری به موفقیت مضمونهای آبشسته مرثیه نامه ها بودند. او هفته یک بار به حجره ملا روزی می آمد و در هر آمدنش بغل خود را از شعرهایی در همان هفته گفته‌اش پر کرده آورده، آنها را از یک سر خواندن می گرفت. اما شنوندگان به شعرهای او بها می دهند یا نی، این مسئله برای وی اهمیت نداشت. صدرالدین عینی، کلیات، جلد 7 صفحه های 141-142. عینی که تا این مدت درباره چگونگی شعری برجسته و بیمزه، شعری عالی و فچ، شعری خوب و بد، شعری پرمضمون و پس صفت، شعری موفقیتناک و خراب، شعری اریگینالی و آبشسته تا اندازه تصوری پره پیدا کرده بود، از موضوع و غایه و مضمون و شکل، از پاییتیک و اسلوبی شعرهای ملا وفای وحشی به خلاصه می آید. شاعر باید هم با استعداد و هم نوجوی باشد و هیچگاه نباید شعری پست گوید. عجب نیست که نمونه های سرشماری چنین شعرهای بیمزه و پس صفت و بی موفقیت و آبشسته ملا وفای وحشی بر این شاعران بی استعداد و یا کم استعداد عینی را وادار ساختند که بعد از ایجاد این و یا آن شعر آن را در ترازوی عقل همه جانبه برکشد، خوبی و بدیش را درستر فهمد و پس یا دسترس خواننده گرداند یا سوزاندش. سبب همین بود که تا زمان ما قریب هیچ یکی از شعرهای عینی با تخلصهای سفلی، محتاجی و جنونی و جنون که در دوره نوقلمیش در همان روز و ماه‌ها و سالها ایجاد شده بودند نرسیده است. بنده
دایر به مسئله تا به آیندگان نرسیدن شعرهایی با تخلصهای سفلی، محتاجی، جنونی و جنون نوشته عینی فرضیه زیرین خیش را بیان کردنیم. عینی از یک طرف خود را در آن سالها هوسگاری اشعار، به شعر شنوی و شعریات کنی هوسی تمام داشته و به واسطه شعرخوانی و شعرنویسی برآمدن سوادش حسابت، از طرف دیگر در تقلید آن شعرهای خوانده و شنیده‌اش به شعر بافی خیش مشغول بودنش را قید می کند. اما مخصوصاً بعد از آنی که او با اشعار ملا وفای وحشی بر این شعر بافان و نظمگرانی بی استعداد آشنا می شود، نفرتش چی به شعرهای بافته خودش و چی به شعرهای آب شسته و خرابی دیگر شاعران زمانش بیش از پیش و بیش از بیش می افزاید. بنابراین عینی از همان سالهای شناساییش با ملا روزی چقور و همه جانبه درک نمودن مضمون و ماهیت غزلیات خواجه حافظ و شنیدن شعرهای بیمزه ملا وفای وحشی و امثال آنها شعر بافی خیش را قطع می کند و تجربه های ایجادی نخستینش را با تخلص های فوق محو می سازد و آنها را می سوزاند. صدرالدین عینی، یادگاری، صحیفه 7. تاریخ همه ادبیات‌های جهان شهادت می‌دهد که چنین شاعرانی بی استعداد در هر یک ملت و دولت بی حسابند و آنها در تاریخ ادبیات هیچ یک ملت مقام پیدا نکردند. در مثال بالا از زندگی نامه عینی آن فقط جاری به دقت است که پدر ملا وفا، ملا مردی خدا، از کشور غرم بخارای شرقی بوده به سبب قشاقیش درسخانه مدرسه بخارا را به آخر نرسانیده به غجدوان رفته در دهه عبیدی امام شده و بعد از چند سال در آنجا خانه‌دار شده بود که از آن زن همین ملا وفا تولد یافته است. عینی، کلیات، جلد 7، صحیفه 143. ملا مردی خدای خوشسواد پسرش ملا وفا را خواننده خوشسواد کننده بود و او در مدرسه بخارا با ملا روزی شریک درس بود. در هنگام تحصیلش ملا روزی به شعر و شاعری هوسمند در مدرسه شادیم بی که شاعری جوانی مشهور شاهین هم در آنجا استقامت داشت، با شاهین علاقه بسته در حجره او با دیوانهای کلاسیک ها و با شعرهای خودی شاهین آشنا شده، خودش هم به شعرگویی در آمده و برای خود نام خودش کلمه وفا را تخلص قرار داده بود. همانجا جلد 7، صحیفه 143. عینی سببی در دوره دوم شاعریش تخلص وحشی را انتخاب کردن ملا وفا را این طور قلمداد کرده است: از بس که ملا وفا عموماً از مردم خصوصاً از زن و نام او وحشیانه می گریخت، در دوره دوم شاعریش تخلصش را هم وحشی گذاشت. سبب این آن بود که به ملا وفا آدمانی بی پروای بی درد بی زن لقب دادند و او از این لقب و عموماً از کلمه زن چنان که از مار گریزند می گریختگی شد. همانجا جلد 7، صحیفه 152. چنین ملاقات
و واخوری های سیرشماری ملا بچه صدرالدین با ملا وفا از یک جانب به نویسنده آینده تاجیک مدد رسانیدند که معامله و مناسبت، خلق و اطوار و روحیه طبعی قراتیگین را از این پسر و پدر ملا وفا و ملا مردی خدا و یگان از دیگر نمایندگان این محل آموزد. از اینجاست که چنین قرابتی صدرالدین با ملا وفا در آینده در راه آفرینش نخستین قصه‌ای پاویستی واقعی ریالیستی نه تنها ادبیات تاجیک بلکه ادبیات خلقهای آسیایی میانه آغاز عصر 20 آدینه غیر از واخوری بیواسطه عینی در سال 1916 در زباد پخته قزل تپه با کارگران موسیمی قراتیگینی مددی کلان رسانید. از جانب دیگر شاهین شناسان در ضمن این دلیل درباره در مدرسه شادیم بی حجره داشتن شاعری جوانی مشهور شاهین، در حجره او موجود بودن دیوانهای کلاسیک ها، با شعرهای خود شاهین آشنا شدن ملا وفای شریک درس ملا روزی و در زیر تأثیر شعرهای شاهین به شعرگویی در آمدن و نام خودش وفا را تخلص یکم و وحشی را تخلص دوم خود قرار دادنش معلومات مفید گرفته می توانند. در همان سال تحصیل صدرالدین به مطالعه اثرهای بدیعی و مخصوصاً آثار سرآمدان ادبیات فارس تاجیک بیش از بیش دقت کلان می دهد و هم به توی و بزمگردی میل زیاد پیدا می کند. در همان سال چهارم تحصیل در بین ماه‌های ینور فوریه سال 1894 رجب و شعبان سال 1311 هجری در مدرسه بدلبیک به صدرالدین یک ضرر کلان می رسد. آن ضرر از آن عبارت بود که وقتی صدرالدین هم برای مطالعه شرح ملا که امانت ظهور مختوم بود و هم برای خبرگیری به نزد بیماری وزنینش به حجره علام مختوم می آید، به حجره صدرالدین دزد در آمده دیوانچه بایترین بیت برک شخصیش محمود و ایاز منتخبات غزلیات نوایی را که با دستخط پدرش به او میراث مانده بود و در دستش محفوظ مانده بود و کتابی درسی شرح کافیه را که امانت مؤذن مدرسه آریمجان عبدالفتاح کلابی بود که کتاب آخرین را با تعبیر عینی در بازاری تیز 5 تنگه هم نمی گرفتند دزد می زند. او در این لحظه غمگین بود که از اولین کتاب‌های شخصی خود محروم گردیده است. ولی بیشتر اندوه و خواص صدرالدین در آن بود که برایش منتخبات غزلیات نوایی و دیوانچه بیت برک محمود و ایاز خزینه نایاب بودند و گم شدن کتاب امانت باشد سبب خجالت می شد. صدرالدین عینی، کلیات جلد 7 صفحه 153. این غم بیشتر از آن زیاد می شد که به سبب پول نداشتنش تاوان شرح کافیه را با کدام راه گرداندنش را نمی دانست. در حقیقت مؤذن مدرسه آریمجان عبدالفتاح کلابی وقتی که صدرالدین علام مخدوم را خوراک می خوراند به نزد آنها در آمده از صدرالدین یافته دادن کتاب درسیش را طلب می کند. از غوغا و دعوا و خرخشه عبدالفتاح کلابی همه باشندگان مدرسه بدلبیک از جمله ظهور مخدوم که با همان مؤذن عبدالفتاح در پیش داملا محمد اکرام شریک درس بود آگاه می شوند، چون که مؤذن در همین وقت تراشه به دست
صدرالدین را دورادوری مدرسه تعقیبی زدن می کرد. ظهور مخدومی شریک درسش او را التجا می کند که آرام شود، اما او به خواهش همسبقش گوش نمی دهد و شروع مشغله و جنجال و غوغا را بیشتر ادامه می دهد. در همین وقت ملا بابا مراد که شریک درسی هم سید محی الدین خواجه و هم خود عبدالفتاح بود، با دو دستش از میان عبدالفتاح بلند قامت گرفته بالا برداشت و از سرش یک چرخ زنانده بروی فرشی خشتی پختگی مدرسه پشتناکی سخت زد. اما ملا بچگانی دهنوی که همسایه دهی تقایه های من بودند، برای قد راست کردن به عبدالفتاح فرصت نداده به بالای او هجوم آوردند و او را با مشت و لگد زدن گرفتند. همانجا جلد 7 صحیفه های 154-155. برادری صدرالدین سید محی الدین خواجه همسبق ظهور مخدوم همین وقت به صحن مدرسه در آمده ملا بچگان را از بالای مؤذن عبدالفتاح دور کرد. او بعد از آگاه یافتن از مطلب از ظهور مخدوم 2 تنگه قرض گرفته به مؤذن داد و با همین دعوای او به آخر رسید. هنگامی که باشندگان مدرسه می گفتند که این دزدی کاری خودی عبدالفتاح است، همانجا جلد 7 صحیفه 155، صدرالدین سادلو به این گپ باور نمی کرد، ولی بعدها او از این رأی خود برگشته چنین می گوید: وقتی که من با زندگی زیادتر آشنا شدم و دانستم که آدمی حریص، خصوصا اگر او سودخور باشد، هرچی قدر که بایتر شود همان قدر حریصتر نظرش پستر گردیده، برای به دست در آوردن اندک چیز از هر گونه جنایت و بی‌ناموسی روی نمیگرداندگی می شده است، فکری بالا را تصدیق کردم که دوست خودی عبدالفتاح است. صدرالدین عینی کلیات جلد 7 صحیفه 155-156. به سبب اوج و شدت گرفتن و وزنین تر شدن وضع بیماری علام مخدوم، خیشانش در تابستان سال 1894 در ایام گرما بهر تغییر هوا و صحت یافتن برای هواخوری و هواگیری او را به باغ نور محمد نام دهقان شناس قدردانش به دهه دیشیخ دهه شیخ میبرند. صدرالدین نیز همراه علام مخدوم به آن دهه رفته در آنجا هم وظیفه آشپزی، هم نگاه و بین کننده و هم خدمتگار و هم برادری طبی آن بیمار را در مدت آن 2 ماه تابستان ادا می کند. صدرالدین در آن شب و روز در هنگام نگاه و بین علام مخدوم در نزد سرحوض باغ نور محمد آتشدانی ساخته، برای بیمار در آن آتشدان خوراک پگاهانی و بیگاهانی می پخت، چای می جوشاند و دائما او را نگاهبانی و نظارت و معاینه می نمود. بعدها عینی آن روزهایی در دهه دیشیخ از سر گذرانیده‌اش را به خاطر آورده نوشته بود: شما گفتار 33 را از روی کتاب ادبیات شناسی ورزیده و منقد برجسته تاجیک صاحب تبرف زندگی نامه صدرالدین عینی سالهای 1875-1899 در قرائت عبدالرشید خوجمقولов شنیدید. کارگردان شیرعلی نغزلی. پایان گفتار از سلسله خوانش ادبی. شاد باشید.